میخواهم درباره قدرت عادتهای اتمی صحبت کنم. همان تغییرات بسیار کوچک که با تکرار نتایج شگفت‌انگیز به بار میآورند. بسیاری از ما فکر می‌کنیم برای رسیدن به موفقیت باید یک اقدام بزرگ انجام دهیم. اما حقیقت این است که بهبود روزانه تنها 1% در طول زمان معجزه می‌آفریند. اگر هر روز فقط 1% بهتر شویم، بعد از 1 سال تقریباً 37 برابر بهتر خواهیم شد. این عدد ساده نشان می‌دهد که تفاوت‌ها در جزئیات روزمره جمع می‌شوند و تبدیل به تغییرات بزرگ می‌گردند. برعکس، اگر هر روز 1% بدتر شویم، بعد از مدتی تقریباً به 0 خواهیم رسید. بنابراین مسیر کوچک و مستمر از جهش‌های بزرگ و مقطعی قدرتمندتر است. عادت‌ها درست مانند سود مرکب پول عمل می‌کنند. تکرار مداوم آنها اثر را چند برابر می کند. در 1 روز شاید تفاوتی احساس نکنید، اما در طول ماه‌ها و سال نتیجه عظیمی پدیدار می شود. زندگی شما در واقع حاصل تکرار روزانه عادت هاست. عادتهای مالی ثروت می آفرینند. عادتهای غذایی وزن شما را شکل می دهند. عادتهای یادگیری دانشتان را افزایش می دهند و عادتهای نظم و نظافت فضای زندگیتان را مرتب نگه می دارند. نتایج زندگیتان اغلب سنجه های تأخیری عادتهایتان است، یعنی حاصل کاری که قبلا انجام داده اید را دیرتر می بینید. برای درک بهتر تصور کنید یک مکعب یخ روی میز است. تا دمای 30 درجه هیچ اتفاقی نمی افتد و ممکن است احساس ناامیدی کنید. اما وقتی دما به 32 درجه می رسد، ناگهان یخ شروع به ذوب شدن می کند. آیا آن 1 درجه آخر واقعاً آن لحظه را ایجاد کرد؟ نه. تمام انرژی که لازم بود پیشتر جمع شده بود تا در آن لحظه آشکار شود. این همان چیزی است که در پیشرفت فردی هم رخ می دهد. ممکن است روزها یا هفته‌ها پیشرفتی محسوس نبینید، اما تغییرات کوچک و مستمر انرژی و ظرفیت لازم را انباشته می کنند تا در زمان مناسب جهش رخ دهد. در این مسیر یک فلات پتانسیل نهفته هم دارد، جایی که انتظار ما از پیشرفت با واقعیت تفاوت دارد و ممکن است وارد دره ناامیدی شویم. اما در